سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز دوشنبه 8 مارس است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. در روز جشن مادر، سازمان خبرنگاران زن در تاجیکستان به گلنوره امیرشویه و جایزه بورینیسا بیردییوا را تقدیم کرد. این لایحه درباره زنانی است که قربانی خشونت شدند. سنبوله یتیمова میگوید بعد از نشر فیلمی مستند رادیو آزادی درباره راهروبان حیاتش تغییر یافت. لباسمون پوشی همه طرفه با روزای عید تبریک میکنن. در پایتخت امریکا در زمان پاندمی کرونا ویروس یک سازمان خیریه اسلامی به افراد نیازمند غذا تقدیم میکند. امروز 8 مارس در تاجیکستان عید مادران تجلیل می شود و روز استراحت رسمی است. زنان در تاجیکستان موافق قانونها با مردان حقوق برابر دارند، اما حامیان حقوق انسان و سازمانهای حقوق بشر از بالا بودن میزان خشونت در نسبت زنان و تبعیض در جامعه میگویند. همزمان با تجلیل روز بانوان، زنان ژورنالیست به همکاران خود امروز جایزه تقدیم نمودند. همکاران ما امرالدین علیموف و علیشیر ظریفی در این مراسم در شهر دوشنبه شرکت داشتند و این گزارش را تهیه کردند که حالا آن را با هم می‌بینیم. جایزه با نام بورینیسا بیردییوا برای سهمگذاری در ژورنالیستیکای تاجیک вручается Гульноре Амиршоевой. ائتلاف بانوان روزنامه‌نگار تاجیکستان جایزه به نام بورینیسا بیردییوا را به گلنوره امیرشویوا سردبیر نشریات ویچیورکا برای سهمش در رشد روزنامه‌نگاری در سال 2020 تقدیم کرد. امروز همچنین بهترین ها از روی بهای این سازمان در بخش تلویزیون، رادیو و نشریات چاپی و آنلاینی نیز جایزه گرفتند. سال 2020 بسیار مشکل بود و بانوان ژورنالیست در این دوره واقعا هم قهرمانی نشان دادند. در مسائل گوناگون حقوقی و اجتماعی نوشتند. خیلی فعالیتشان وسیع بود. به همین خاطر ما غالبان را در بخش تلویزیون، رادیو، نشریات آنلاینی و چاپی و جایزه به نام بورینیسا بیردییوا انتخاب کردیم. ائتلاف بانوان ژورنالیست در سال 2020 مفتونه شکورова را در بخش تلویزیون، дарья христалюбова را در بخش رادیو و جمیله میربازخانова را در بخش نشریات چاپی و آنلاینی سزاوار جایزه دانست. مهم در همه جا واقعا بهای مردم است. مثلا مردم ما رو میخواند، بها میتید. ولی من فکر میکنم که دلخواه ژورنالیست همکسبان ما اگر در این یا اون موضوع نویسند حتما باید با تحقیر اگر روح نتی، دروغ نگویی، سختکاری نکنی، مثلا نفری رو که میخواهی در بارش نویسی اون رو شانتاژ نکنی. حتما هیچ کس، من فکر میکنم نفری که حتی ما در بارش می نویسیم و انتخاب میکنیم با فکر و اندیشه ما راضی می شود. ضمن اعلان برنده جایزه به نام بورینیسا بیردییوا گفته شد که گلنوره امیرشویوا در سال 2020 در برابر فعالیت پرثمر روزنامه‌نگاریش با دعواهای سودی روبرو و همچنین فعال جمعیتی بود. ما یک لایحه خود را پیشنهاد کردیم. این لایحه خانه‌ای که درد فراموش نشده زندگی می‌کند نام دارد. این لایحه درباره زنانی است که قربانی خشونت شدند. در همین حال چند تن از منعقدان مطبوعات که رادیوی آزادی با آنها هم صحبت شد، قرار داوران را در مورد جایزه به نام بورینیسا بیردییوا تنقید کردند، ولی به خاطر حفظ تفاهم در جامعه روزنامه‌نگاری خواهش کردند نام آنها ذکر نشود. یکی از برندگان جایزه های ائتلاف بانوان روزنامه‌نگاری تاجیکستان نیز در صحبت بدون میکروفون تصمیم را به پایان آمد. وی گفت در عهد پاندمی بانوان زیادی روزنامه‌نگار در رشد این ساحه خدمت بزرگ کردند که میبایست قدردانی میشدند. ائتلاف بانوان ژورنالیست تاجیکستان سال 2016 تأسیس یافته اساساً با گرانت و کمک سازمان‌های بین‌المللی فعالیت میکند. در روز جشن مادران 8 مارس همکاران ما در شهر دوشنبه در خانه سنبوله یتیمова کارمند اداره نگهداری راههای پایتخت مهمان شدند. سال قبل رادیو آزادی از زندگی این زن راهرو فیلمی مستند به نوار گرفت که هزاران نفر تماشا کردند و هم به کار و زحمت او تحسین و آفرین خواندند.
برخی ها نوشتند که بعد دیدن فیلم نظرشان به کاری راهروان تغییر یافت و من بعد تلاش میکنند در راه و کوچه ها افلاسی نپرتایند. ادامه موضوع در گزارش شهلا عبدالله و سروینوزی روح‌الله. ساعت 8 نما کار در اومدم. در زندگی کار نکنی نمیشود. آدمای فرزندور. سنبولا یتیمووا قهرمان فیلم مستند کوتاه رادیوی آزادی است که 1 سال پیش درباره کار و زندگیش قصه کرده بود. 30 سال کار کردم در اینجا. در روز عید مادر دوباره سراغ این زن رفتیم و او را با عید مادر مبارک گفتیم. روز عید مبارک باشد و شما که قهرمانی یکی از مستندهای آزادی بودید، خودتون این فیلم تماشا کردید یا نه؟ اون خشت اور وای کردن که مقصد دیدیم وای کردیم. کدام تلفن دا بچه‌م آورد شد که چه من فخر میکنم که مثلا خیلی کار میکنم. امی کارخانه که حرمت کنه کارگر برای چی کارگر زیق شوه با ما راهرو گفته یگام جایی کاری خطا نیست. این زن میگوید از آن خوشحال است که بعد از نشر فیلم اندیشه بسیاری ها به کار و زحمتش تغییر یافته است. با میزگران مثال مونده نباشی، خلا سلامت باشی، با آدم وای میشه. این مادر میگوید از آن خوشحال است که زحمت او و همکارانش را که برای تازگی و زیبایی شهر خواب شبشان را قربانی میکنند به پاداش نمیگذارند. کارخانه نغزای رئیسمون انسان خوبه، مثال یاردم میکنه، لباسمون پوپشی همه طرفه با روزای عید تبریک میکنن. 8 مردم پرمی دادن. و حالا این زن باور دارد نابسته سن و سالش میتواند سالهای زیادی هم این کار را انجام دهد. یا فرزندو دا یا یاردم برای زندگیشون هیچ کم نداره. مادامی که قوت داری برای چی کار نمیکنی؟ با این همه مشکلی ها این زن میگوید مادران همیشه قوی هستند و در روز عید مادر هم تمنیات او این بود که هیچگاه زن مادر تاجیک درد و غم را نبیند. مادرها همیشه و خرسند باشن، مثال فرزندوشون درد غم نبینن. همین مادر دا سلامتی فرزند اول عمری درازش دیگه هیچی. مادر باشه که بیغم باشه. مرکز اسلامی کنار شهر واشنگتن پایتخت امریکا به نیازمندان غذا تقدیم می‌کند. سازمان غیر دولتی فریدینگ امریکا که هدفش تقسیم غذا به نیازمندان است میگوید از 6 ساکن ایالات متحده امریکا 1 نفرش به غذای سالم و عادی دسترسی ندارد. گزارش تلویزیونی صدای امریکا را همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم می‌کند. در این روزها در ایالات متحده آمریکا نوبت طولانی ماشین‌ها را دیدن ممکن است که برای جمع‌آوری غذا ایستاده‌اند. من هیچگاه اینجا به طور دائمی نآمده بودم ولی چنین ضرورت پیدا شد. بیش از 5 سال می شود که اینجا می آیم. مرکز اسلامی دارالهجره که در 16 کیلومتری شهر واشنگتن جایگیر است برای افراد نیازمند غذا پیشنهاد می‌کنند. بعضی‌ها اینجا بار اول آمدند، دیگرها سالهای زیاد است که برای تامین خانواده‌هایشان به این مرکز مراجعت می‌کنند. نبیله آمسلام یک کارمند اجتماعی همین مؤسسه میگوید که در داخل یک خلطه کمک‌ها مرغ حلال و هم محصولات کشاورزی نیاز اول مثل پیاز و پمیدار و کارتوشکا است. هر روز پنجشنبه ما به بیش از 100 خانواده یاری میرسانیم. آنها به سیستم ما وارد میشوند و ما آنها را به حساب گرفته کار میکنیم. موضوع گرسنگی برای امریکا مشکلی نو نیست، ولی در دوره پاندمی کرونا ویروس با سبب اینکه بسیاری ها کار و درآمد و خانه های خود را از دست دادند خیلی داغ شد. به حساب سازمان غیر دولتی فیدینگ امریکا از 6 ساکن این کشور 1 نفرش در دوره پاندمی با گرسنگی روبرو شده است. با افزایش صف بیکاران طلبات به ذخیره‌گاه‌های غذا هم بیشتر می شود.
баъзе фикр мекунанд ки агар ту дар амрико зиндагӣ кунӣ пас он ҷо касе гурусна намешавад. агар шумо фикр кунед ки онҳо бояд аввал ғизо бихаранд ё пули иҷораи хонаро супоранд, пас пеш аз ҳама пули иҷораро месупоранд. هر هفته مؤسسه های دینی سراسر ایالات متحده آمریکا مثل این مرکز دارالهجره به مکان تقسیم بیپولی غذا به نیازمندان تبدیل می شوند. فیدینگ امریکا مثل یک شبکه عظیم یاری رسان 200 ذخیره‌گاه غذا در سراسر آمریکا را راه اندازی کرده است. این مرکزهای غیر دولتی سال چند تانه غذا را با راه خیریه دسترس کرده با کمک کارمندان اختیاری آن را به نیازمندان تقسیم می کنند. نعیم بیت 30 سال پیش از پاکستان آمده، حالا در مرکز اسلامی دارالهجره کار می کند. او میگوید اگرچند اذیت افراد نادار در همه جا یخیل باشد، مسئله فقر در ایالات متحده ویژگی و تفاوت‌های خود را دارد. وقتی ما درباره بینوایان پاکستان، هند یا دیگر کشورها فکر میکنیم، شخصانی به پای افضل و لباس و محروم از همه چیز دیگر پیش نظر می آید. در امریکا شخصی نادار به نزد شما با ماشین می آید. در اینجا داشتن ماشین به معنای ثروتمند بودن نیست. کارمندان اختیاری میگویند که اکثر نیازمندان به غذا افرادی هستند که معلومات کافی ندارند و بسیارشان زبان انگلیسی را هم نمیدانند. آنها میگویند این گروه ساکنان هیچگاه در امریکا زندگی ساده و آسانی نداشتند. ولی پاندمی کرونا ویروس تفاوت میان قشر دارا و نادارا در این کشوری که اقتصاد عظیمترین سیاره می باشد باز هم عمیق‌تر کرده است. ساکنان یک کوچه شهر خوجند مرکز ولایت سوخت از تقدیر یک درخت توت نگرانند. با باور باشندگان خوجند این درخت بیش از 1000 سال عمر دارد، اما بهار امسال مثل پیشین نشأونما ندارد. ساکنان نگرانند که احتمال درخت خشک می شود و از مقامات درخواست دارند که برای نجات آن که به یک رمز شهر خوجند تبدیل یافته است کمک کنند. فرزان محمدی گزارش می دهد. ساکنان محله توتی کلان شهر خوجند اظهار نگرانی میکنند که این یادگاری طبیعی که گمان می رود بیش از 1000 سال عمر دارد در حال نابودی است. آنها به مناسبت اعلان سالهای رشد سیاحی بارها به مقامات دولتی مراجعت کردند تا این جای دیدنی شهر آباد و نگاهوبین شود، ولی تغییر پیش نآمده است. بهار امسال نشأونمای توتی کلان مثل سالهای پیشینه نیست و ساکنان محله دریغ میخورند که برای نگاهوبین آن امکانیتی مالی ندارند. خیریت همین تراس که بسته بودن همون تراسا داشته من از رفته اگر بین دیگه چند تا شاخه شکسته اونجا خشودگی برای همین و یک نگاه بین که همون خشود کرده چتش از اگر پنجرهاش گران همون شاخه‌ای که طرف کوچه رفته که همون ستون مونده همون ستونش همین خیلی وای کنن که همین تربه بودگیش نامعلوم شده که همین خیلی وای کردن مصلحت دادن لکن حاضر همین وای نشد اجرا نشد. چند پیش مسئولان اداره حفظ محیط زیست در ولایت سوخت در نشست خبری گفتند حالا بیشتر به شیناندن درختان نو خارجی برتری داده می شود و سال گذشته قریب 50,000 نهال شینانده‌اند. اما از مراجعت ساکنان نیز آگاهند و دست به کار خواهند شد. در شمال تاجیکستان 110 درخت کهنسال موجود بوده، 3 تای آنها در خوجند واقع‌اند. ولی توتی کلان یک از رمزهای شهر به شمار می رود. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند. پیوندان گنرال زندانی غفار میرزویف میگویند هرچند شرایط نگهداری او در مقایسه با سالهای گذشته کمی بهتر شده است، از مقامات تاجیکستان میخواهند که در آستانه تجلیل از 30 سالگی استقلال او را عفو کنند. میرزویف 65 ساله 17 سال قبل دستگیر و بعداً به حبس ابد محکوم شده است. حقوقدانها میگویند بر اساس قانونهای تاجیکستان این گونه افراد شامل عفو نمیشوند. بیننده ارجمند، اینجا وقتی به برنامه اخبار آزادی جدا شده به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org بخوانید و در صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. تا ملاقات در نشرهای بعدی، خدا نگهداری هر یک شما.